انقدر زیاد شده این محتوای دروغکی هوش مصنوعی، محتوای ساختگی هوش مصنوعی انقدر زیاد شده که دیگه آدم‌ها سخت میتونن تشخیص بدن چی راسته، چی درسته، چی ساختگیه. بعضیا حتی در مورد محتوای واقعی شک میکنن که آیا اینو ممکنه هوش مصنوعی ساخته باشه یا نه. به این میتونیم بگیم منفعت دروغگوها، با اینکه میدونیم وقتی محتوا واقعیه یه سری آدما هستن تو جامعه که میخوان مثلا یه واقعیت رو بگن وجود نداره، میتونن بیان بگن که این محتوا با هوش مصنوعی درست شده. مثلا تو دوران یک انتخابات یه ویدیو در اومده از یه سیاستمدار که داره حرفایی میزنه که میدونه به نفعش نیست یا بهش صدمه میزنه در طول اون انتخابات و مثلا یه های وایرال میشه ویدیو، بعد این سیاستمدار میاد میگه که نه این واقعی نبود، این هوش مصنوعی بود، با اینکه مثلا از 6 تا زاویه مختلف این ویدیو در اومده و اصلا هوش مصنوعی امکان نیستش که بتونه یه صحنه رو از 6 تا زاویه مختلف توی کراود بزرگ همچین ویدیو در بیاد ولی این استفاده میشه و مثلا کل جامعه متوجه نیستش که مثلا اصلا هوش مصنوعی این امکانم نداره که بتونه از 6-7 زاویه مختلف یه صحنه رو انقدر پرفکت در بیاره.